عزیزانی که از چرخ‌های راسته جک استفاده میکنن، اینا یه قطعه‌ای دارن به اسم انکودر که مغز موتوره تشخیص میده کجا تیر بزنه، کجا استوب کنه، کجا میسوزن وایسته و غیره. الان این چرخ به ما مراجعه کرده. ببینید شروع به کار که میکنه، جک که میزنه سوزن پایین گیر میکنه. تیغو خاموش میکنیم اول. میبینیم میل سوزن سر جاش نیست، یه مقدار بالا. برای تنظیم موقعیت میل سوزن توی چرخ A4F چرخ خاموش میکنید، پیو نگه میدارید، چرخ روشن میشه. تنظیم برنامه میریم پارامتر 72. حرکت به سمت چپ. موقعیت میل سوزن رو با شیطونک تنظیم میکنیم. چجوری؟ سوزن که میاد بالای بالا، شیطونک میاد بالا، میبینید قبل از اینکه بره پایین، یعنی این قسمت یه مقدارم پایین تر که سوزن سر جاش باشه، شیطونک تو یه کوچولو مونده به بالاترین نقطه، درسته که عددی که روی اینجا تغییر کرد روی 72 بیه 238 الان امکان داره توی چرخ دیگه تغییر کنه. برای سیف کردنش هم حرکت به سمت میایم روی اون عدد 238 که اینجا هست، یه پی میزنیم، سیو میشه، دوباره درش میاریم، دوباره پیو نگه میداریم، میریم روی 73 اونم میذاریم روی تنظیممون. سیوش میکنیم و چرخمون رو امتحان میکنیم. درست همینطور که ملاحظه میکنید تیغ چرخ هم روشن کردم، چرخ داره به درستی کار میکنه، میل سوزن سر جاش ما میسته، تیغ هم دیگه گیر نمیکنه.